توی مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود باز مبارک شود بیا بیا جانانا توی مبارک. چهره محمدالله برای اکثریت توسط نقش‌هایش در برنامه شوخی‌های علاودین آشنا است. در گروه تئاتری موسیقی محضکوی باختر فعالیت می‌کند. اکتورها مورا دوست می‌دارن. مرا دوست می‌دارن. نقص می‌بینن. احترام میکنن. شما چه کارتون دوست می‌دارین؟ انا کارا مخدم دوست می‌دارم. محمدالله گرفتار سیندروم داون است و با گفته همکارانش کارش را دوست می‌دارد و با مسئولیت است. اما اونها یک بسیار میدونید مسئولیت بیشتر دارن نسبت به ما در کار، سرطلب نسبت به خودشون در کار، در اجرای کار، در اجرای یکم سپاریش برآمدن نمایشنامه ها. پیش از همه محمدالله آمده لباسش یک ساعت پیش از نمایشنامه میپوشد، لکه آماده است. اگر گریم لازم باشد گریمش میکنن، یعنی پردازگر لکه میاد و با همکاری میکنن. بسیار مسئولیتناک است. این بسیار یک نمونه است برای ما. گرچند یک سخنکی عادی یک دارد که سلام علیکم من چای آوردم مثلا. مثل محمدالله در تئاتر محضکوی باختر 4 هنرمند دیگر هم با امکانیت‌های محدود فعالیت دارند. یک پژوهش بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف که میان 2000 نفر در 4 منطقه تاجیکستان گذرانده است معین کرده است که اکثر ساکنان کشور نسبت معلولان احساس رحم و شفقت و دلسوزی دارند، احساسی که به خود افراد معلول چندان خوشایند نیست. یعنی احساس دلسوزی اول برطرف شود، همین بسیار باید یک یک درد هست که تمامی معیوبان رو یک کمی باز کمی یک دلشون شکسته تر میکند. همینه که وای وای وقتی که در کوچه میره وای 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 بیچاره، همین گونه نظرها. نگین اکرامова و طراح و یک فعال جامعه میگوید اگر با افراد دارای امکانیت محدود شرایط فراهم شود و امکانیت پیشنهاد گردد، آنها می توانند از عهده کارهای زیاده برآیند. میخواستم که همین معیوبا از کارخانه ها دور نشوند. همین میخوام نظری که همون راه برای کارخانه ها باید که معیوبان رو با چشم یک کم نبینند، در بهانه‌جویی پیش نبیارند و همین شخصان معیوبیت داشته رو در تمام کارخانه ها به کار قبول گردند. مقامات تاجیک و سازمان های جمعیتی نیز بر اینند که شیوه مناسبت با شخصان امکانیتشان محدود تغییر یابد. ما باید به آنها با این نظر نه، با یک اعضای کامل حقوقی جامعه دموکراتی خودمون نظر کنیم و ما باید که همیشه آنها را برای به جامعه وارد کردن دست مدد خود را دراز کنیم. امروز فقط و رقم‌های زیادی هستند که از جانب شخصان دارای معیوبیت اقدام‌های زیادی پیشکش می‌گردد. آنها نیز در سمت علم، در سمت رشد ساحه‌های عموماً خواجگی کشورمون سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. بنابر اطلاع رسمی در تاجیکستان رسما 146,000 نفر با امکانیت‌های محدود به سر میبرند.